آقایون داداشام، دیگه ما که تا اینجا راه اومدیم، بذارین پرونده رو به نفع شما ببندم. میرسیم به بحث مهم عطر اتکلون. یعنی شما آقایون اگر میدونستین که خانوما چقدر بویین، خودتون رو با عطر اتکلون های خوشبو خفه میکردین. یعنی اصلا ممکنه شما رو یادش رفته باشه ها، ولی بوی شما تا سالهای سال تو ذهن خانوما میمونه. برای همین مثلا تصور کنین دیت دارین، با هم قرار دارین، رفتین دنبالش، اون لحظه که از ماشین پیاده میشین که در رو برای خانم باز کنین که خانم سوار شه، ببین اون بوی اولیه‌ای که از شما میخوره به مشام خانم خیلی مهمه، واقعا مهمه. اینو جدی بگیرین. من خواهر شما، من دارم تو زمین شما بازی میکنم الان، و مخصوصا الان که دیگه هوا گرمه، تابستون داره میشه و اینا، که دیگه خیلی جدی بگیرین. نمیدونین معجزه میکنه.